مبارک شما خالتی. دا مبارک خدا مبارک. نمونه یخش اومدید که خوب خوش اومده در جگر آتو سده اومدن آتو سده حال دنو چی میبرم خوش اومدی تو مکنم من از نام همه شما از 55,000 اهالی ناحیه جلگه‌زار و همین شب خرسندی اول فرزند خودم همه فرزنده که شب خرسندی تشریف دارم.
یک شعر خواندم و طریق موشح نوشته شده است. اکای باقی بود که مرزا جان حضرت داشته باشم که در کشنبه قصر می‌سازم که در معبد باشه و ملازمت یا دکان ما پوش کنیم. این قدر یعنی فرمختن میکردن. زندگی امروز هم در سفتیپه ما از شورمرد باید میخوابیم، همونجا میرم یک گریه میکند، همونجا نیم ساعت دم میگیرم و با آنی که آن آدمانی که حواس من داشتن امروز در دنیا نیستن. من فقیرم. باز کاری دارم بزن میرم چنین بود. حرکت میکنم که امشب شما را بسیار خوشحال و دل شما جا کنم. تشکر. نامه نمایش شدن از گردش ایام اشامی که آید پیمان سخری هست. نوشتن که در باره گذاشتابه چی میگوید؟ اگر شما گوش کرده باشید باز یک غزل خواجه خواندم که در این روافی زبرجند نوشتند بزر که جز نقویی اهل کرم نخواهد. 500 سال پس دیگر در یک گوشه کتاب میماند که بازار سامی است. تمام توی سوی دوشنبه در وقت زنده بین استاد فرزنداده بود با خیلی داده به من نمیگذاشت. خواهش همگان همین است که امشب شما مهمان عالی قدر ما هستید و همه این مردمی که برای خاطر این خاندان آمدن باز برای خاطر آواز خوشی شما آمدن به شما غزل سرایی کنید، خوشامانی کنید که امشب برای ما خوش می‌گذرد. مرحمت نوبت آواز Shri
کردم باز خوش کردم. بارک الله با شما. خلود بسیار تشکر با تربیتون و مهارتون و کفاستون و تمام فعالیتون. السلام علیکم و علیکم. ما خسارتی کارگزاران امشب با اشتراک من بسیار آدمان خوب در اینجا تمام دیدار شنیده سنین دیگر را اشتباه و یادگار بخری کرده شده و اون خسارتی که امشب در این معرکه افغانجان جامده شده این فقط خسارتی شما و جمعیتی همین خلقات باشد خسارتی اهل جمعیت جلگتون هم هست برای که ما خلقات تاجیک جلگتون هم فکر میکنیم که فرزند ما در همه اهل جمعیت بسیاری رایان کمترین همین شهر فرزند ما با همین درجه رسیده است بسیار مینداز شدم که خلق تاجیک ما با همین عنعنه ها و با همین رفتار و معرکه ها نسبت به 20 سال 30 سال پیش دیگر خیلی بسیارتر ترقیات شده است. من از نام همه شما از 55,000 اهالی ناحیه جلگتون و همین شب خرسندی اول فرزند خودمان همین فرزندی که شب خرسندی تشکیل کرد. مبارک شما خطی. دا مبارک خدا مبارک. نمونه رو یخش اومدید که خوب خوش اومده در جگر آب تو صده اومدن آب تو صدقه حال دنو چی میبرم خوش اومدی تو میکنم اگر موردم بچه بگیری هرزلای کن پرواز اوی همین براز مقصد برسن پروردی آنه هزار رولمی الله اومیش مبارکی هم بیایی هر زمین بیرم الهی و همین براز مقصد من رسول هم مرنی برسونه نستی اومده که نستی رب کشم از آن ما
خوب گوشی یک شعبه اساسی اکرا نبودی من کلامیش هست گفت که شیشتاز نمی اصل میشوی عالم از سنگ گیلان کوستار است حالا آدمی شعر مرزابیلوی شروع کردم و وعده که به شما کردم بعد با آن قسم میگذارم